أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهین. و در میان مردم کسانی هستند که خریداری سخنی بیهودند. معنای سخنی بیهوده یعنی هر سخنی که انسان را از طاعت و رضاگی پروردگار باز می دارد تا به یگان دانش مردم را از راه الله گمراه سازند و قرآن را به مسخره گیرند. برای آن گروه عذاب خار کننده است. سوره لقمان آیت 6. سبب نازل شدن آیت مذکور را بعضی از مفسران در شأن یکی از سرداران سرکش مکه نصر ابن حارث دانستند. نام برده غلامزنهای رقاصه آوازخوان را در رفت سفری تجارتی از دیگر شهرها می خرید و به مکه می آورد. چون می دید که کسی روی به اسلام آورده است، یکی از آنها را می گرفت و به نزد او می رفت. به زن آوازخوان می فرمود به او طعام ده، خمر نوشان و نزد او رقص و آوازخوانی کن و به او بگو که به محمد ایمان آوردن، نماز خواندن، روزه گرفتن و به جهاد رفتن مردن چی سود دارد؟ آیا این کاری ما برای تو خوب نیست؟ یعنی رقصیدن و سراییدن. خلاصه او می توانست شخصان مشرک را به خود جلب کند و از شنیدن قرآن باز دارد. همانا برای چنین شخصان آیت مذکور نازل شد. او و امثال او را محکوم کرده گفت که از جمله مردم شخصانی هستند که مردم را از راه حق گمراه سازند و به یگان دانش سخن بیهوده را خریداری می کنند و خود را سزاواری نکوهش قرار می دهند. با این اعمالشان آنها می خواهند کتاب و آیتهای الله را مسخره کنند و ریشخند زنند. الله تعالی برای گروهی که آیتهای الله را اهانت می کند عذاب سختی خار کننده را مهیا ساخته است. کسی گرفتاری چنین عذاب گردد ابدی خار خواهد شد. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. و چون آیات ما بر او خوانده شوند با خود پسندی روی برگرداند و تکبر کند، چنان که گویا آن آیات ما را نشنیده است، یا مانند کسی که در هر دو گوش وی وزنینی هست که چیزی را نمی شنود. ای پیامبر، او را به عذاب دردآور روز قیامت مژده ده. سوره لقمان آیت 7. در حدیث شریف با روایتی انس الله از وی راضی باشد آمده است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند دو آواز نفرین شده و از حق دورند و من از آنها شما را نهی می کنم. یکم صدای نی و صدای شیطان، یعنی آوازخوانی که هنگام روزهای شادی آوازخوانی می کند. دویم صدایی که آدمان در هنگام گرفتاری به مصیبت به سر و روی خود می زنند و گریبان می درانند.